الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 1 ژانویه 2025 و توی چنین روزایی یه عده زیادی تو کل دنیا یه تغییراتی تو زندگیشون میدن به این بهونه که مثلا اول ساله و من جزشون نیستم. چرا؟ چون تو سال گذشته به یه نقطه‌ای رسیدم و به این نتیجه رسیدم که این چیزی که جلوی رشد منو گرفته بود، جلوی تغییر منو گرفته بود، همین تعویق انداختن‌های بی‌منطق، همین حرفای مزخرفی که تو مغز من میاد بیرون، این که روشی به پیشنهاد بشه و من بگم که نه مثلا این واسه من جواب نیست، ترمزشو کشیدم و مغزم گفتم خفه شو. چون اگه مغزت درست فکر میکرد که تو این موقعیتی نبودی که ازش متنفری. پس اون دستورالعملی رو که جوابه از یکی دیگه که جواب گرفته بگیر و انجامش بده. به مغزت بگو خفه شو.